نامزدهای اصلی به مقام ریاست جمهوری افغانستان عبدالله و اشرف غنی احمدزی گفتند که ممکن است تقلب در انتخابات به نتیجه نهایی تاثیر گذارد. مقامات انتخاباتی افغانستان گفتند در این زمان نتیجه 1400 حوزه انتخاباتی تحقیق می شود، زیرا ممکن است که در این حوزه ها تقلب صورت گرفته باشد. مسئله انتخاباتی افغانستان را امروز با هاشمی مومند مدیر رادیوی افغانستان آزاد در میان گذاشتیم. با نزدیکتر شدن روز اعلان نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری گزارش می شود که ممکن است انتخابات به دور دوم کشیده شود. شما چند پیش از کابل برگشتید. احتمال برگزاری دور دوم تا چه حد زیاد است؟ احتمال دور دوم زیاد پیش بینی می شود، چون تا به حال که 50% آرا شمرده شده. دکتر عبدالله با 44.4% و اشرف غنی با 33.2% اینها برنده شدهاند. لذا و ما در این زمان 6 نامزد دیگر هم داریم که اونا هم به 1% کمتر اینا هستند. لذا احتمال این که انتخابات به دور دوم برود خیلی زیاد است. خود نامزدها چی میگویند؟ هر دو نامزد گفتند که امیدوار هستند که در دور اول 50.1% از آرا را اینا به دست بیاورند. حتی اشرف غنی و دکتر عبدالله دیروز هم در مصاحبه های مطبوعاتی اظهار امیدواری کردند که شاید اینها در دور اول برنده شوند. اما شارحین و اشخاص باخبر از جریان انتخابات افغانستان احتمال دور دوم را بیشتر می‌بینند. راجع به تقلب در انتخابات آیا چیزی گفته شده؟ یقینا در این دور هم تقلب های صورت گرفته، خصوصا در چند ولایتی که نام گرفته میشه. یکیش هرات هست که گفته می شود چندین 100,000 رای را اینها در حالت تعطیل قرار دادن که شاید او رای ها لغو شود. خب اما به تناسب انتخابات گذشته تقلب این بار به مراتب کمتر است. و در نهایت مردم در افغانستان از رئیس جمهور آینده چی توقع دارند؟ تامین ثبات، بهبود در زندگی روزمره یا چیز دیگر؟ چیزی که مردم همه آرزومندش هستند امنیت و ثبات در کشور هست. البته افغانستان مشکلات دیگر هم دارد. مبارزه با فساد اداری، از بین بردن بیکاری، بهبود وضع اقتصادی مردم، اینها همه از خواستهای مردم هست. اما در قدم اول اونها به صلح و به ثبات در کشور نیاز دارند و از یک پروسه، از یک جریان صلح با مخالفین دولت صحبت میکنند.